الان چرا دوست داری مهاجرت کنی؟ من اصلا مهاجرت رو دوست ندارم. من عاشق اینجا. من تک تک دوستام که رفتن همش با خودم اینجوری بودم که والله مصبا چه دلی دارن هر چی ول میکنن میرن. خودم دلشو ندارم. اصلا حس میکنم دووم نمیارم برم جایی که هیچکی رو نمیشناسم. دکتر میدونی از چی میترسم؟ میگن همون اول که میری اونجا ازت شماره یکی رو میخوام، مثلا یه وقت بلایی سرت اومد بهش زنگ بزنن خبر بدن، ولی من اونجا هیچکی رو ندارم. من میترسم برم اونجا موفقم بشم ولی هیچکی نباشه اصلا باشه خوشحالیه رو جشن بگیرم. میترسم حالا وقتایی که بعده کسی نباشه بهش زنگ بزنم بگم مثلا رفیق بیا پیشم حالم خوب نیست. این مسئله اینجاست که من همینجا هم هیچ کدوم اینا رو ندارم. آره. بر همین آدم دیگه خودش کم کم حس میکنه که اضافیه، حس میکنه دیگه کم کم باید رفع زحمت کنه. خیلی سخته جایی باشی که کلی آشنا داری، همه رو میشناسی، ولی به هیچ کدومشون نشه بگی رفیق. من تازه دارم میفهمم اونایی که رفتن نه دلشو داشتن نه اصلا دوست داشتن که برن، فقط فکر کنم یه جا حس کردن خستن، حس کردن خیلی خستن که مجبور شدن همه چی رو رها کنن برن. رها کردن خیلی سخته، خیلی قدرت میخواد. کاش آدما قبل از اینکه دیر بشه کسی رو به این مرحله نرسونن که حس کنه اضافیه.